اسم این گیاه ها و کاربرداشون رو میدونه. امروز میخوایم یه ترکیب گیاهی درست کنیم واسه مشتری عزیزمون. یا میدونید این چیه؟ البته من شکستمش که توش تخم داشته، تخماشو در آوردم، پوستش هم گفتم یه مقدار آسیاب کنم، بره که آسیاب بشه برای مشتری عزیزمون. همش رو ریختیم تو آسیاب. حالا در آسیابمون بسته بشه.